زمانی که وضع امروزه معارف در کشور در بدترین حال خود در 80 سال آخر قرار دارد و علم معارف کشور یکی از عقب مانده ترین ها در جهان است، وزیر معارف در فکر ساختن فابریکه پایافزار دوزی برای خوانندگان مکتب است. خود وزیر معارف هم میداند وضع را با کدام کشورها مقایسه کند. وقتی به او سوال داده شد که چرا در گرمای ایون که مکتب‌ها کاندیسیونر ندارند خوانندگان را مجبور به خواندن میکنند، وزیر معارف گفت در بیشتر کشورهای آفریقا کاندیسیونر نیست، میخوانند کو. یکی از کاربران فیسبوک به این ادعای وزیر معارف پاسخ جالب داده است: در آفریقا پای افزار هم نیست. نورالدین سعید گفت وزارتش نیت دارد در نزد کالج تکنیکی دانشگاه تکنیکی تاجیکستان با جلب سرمایه‌داران و متخصصان از هند فابریکه استحصال پای افزار بچگانه را تأسیس می‌دهد. وزیر معارف نشان داد با این حال تجارت را هم خوب می‌فهمد. ما نیتی در نزد کالج تکنیکی دانشگاه تکنیکی تاجیکستان کشادن فابریکه استحصال پایافزار بچگانه داریم. شما تصور کنید 2 میلیون خواننده است به غرض استودنت‌ها. اگر موسمی 3 پایافزار پوشد 6 میلیون جفت پایافزار ضرور است برای خوانندگان ما، شاید از این زیاد هم باشد. و در گوشه و کنار مملکتمان майда استحصال پایافزار بچگانه سر شدگی از کودکانه. ما دانشگاه ها با هم سپارش دادیم. من گمان میکنم این قرار درست است. майда ما استحصال پایافزار بچگانه را سر میکنیم. صاحبکارا هم بسیار صاحبکاران بلند همت ما هم با این کار شروع کردگان. مرحمت فروش آزاد میشود، خریداری میکند مالی وطنی. به همین واسطه هم صاحبکار وطنی به افضلیت پیدا میشود، هم به جای کار مردم تامین میشود، هم بودجه دولت به انداز میشود. البته غمخوری یک وزیر به اقتصاد کشور و استحصالات داخلی کاری ستودنی است اگر آن وزیر معارف نباشد و ساحه معارف فساد زده ترین در کشور و عقب مانده ترین در جهان توصیف نشود. اما چرا وزیر در غم علم و آموزش خوانندگان نیو در غم پایافزار آنهاست؟ اصلا غمخوری وزیر معارف به ساحه‌های دیگر چیزی نوی نیست. قبلا او در زادگاهش جماعت سنگتوده ناحیه دنغره از حساب شخصیش یک مکتب و یک باغچه کودکانه بنیاد کرده راه محله را اسفالت پوشت کرده بود. ساختن مکتب و باغچه تعمیر صنفخانه نیست که با 10 سامانگی جمع کردن از خوانندگان تمام شود. برای این کار صدها هزار دلار مبلغ لازم است، اگر نگویم میلیون دلار. نرخ استانداردی اسفالت پوش نمودن 1 کیلومتر راهی که بر 6 متر و قافسه‌اش 10 سانتی متر است وابسته به صفت آن از 720,000 دلار تا 1 میلیون دلار را تشکیل می دهد. سوال به میان می آید که برای ساختمان مکتب، باغچه کودکانه و هم اسفالت پوش نمودن راه یک وزیر معاشخوری که همچون خدمتچی دولتی حق مشغول شدن به کارهای تجارتی را ندارد مبلغ را از کجا پیدا کرده است؟ باید همین رو گفت که عموما وزیر معارف جمهوری تاجیکستان عموما از طرف رئیس جمهور تعیین می شود. اونا واسه از فعالیت کاری اونو همچون یک خدمتچی دولتی عموما برای تجارت حقوق تجارت کردن ندارن. چند سوال به میان می آید. آیا از حساب معاش نورالدین سعیدов وزیر معارف میتوانست یعنی که امینه ساخته مکتب، باغچه و دیگره، یعنی که همچون خدمتچی دولتی معاشش چقدر باشه باید سوال کنیم که از کجا پیدا کردی، از کدام حساب ساختی اینا. ما فرزندانمون خواننده نمیتونیم چون که ماهانه یا سالانه که از قلمرو رسم میبیاد حتی قرضدار شدن میبیاد یا که گفتی روزها کیدت میکنن اینو. من همیشه حالت ها است که ما نگرانیم از همین وزیر معارف جمهوری تاجیکستان همین نورالدین سعیدov. دیگر معلوم است که وزیر معارف از کدام حساب مکتب
باغچه بچگانه یا راه را اسفالت پوش کرد. برای ساختن مکتب، باغچه بچگانه و اسفالت پوش کردن راه صدها هزار دلار در کار است که یک شخص بتواند که مکتب یا باغچه را بسازد. وزیر معارف اگر از حساب شخصی خود یا از حساب معاش بگوید که من مکتب یا باغچه بچگانه را ساختم، این دروغ محض است. دیگر معاش تمام وزیران و منصبداران ما با گفته رئیس جمهوری کشور از 400-500 دلار زیاد نیست. هیچ وقت یک وزیر یا یک منصبدار نمیتواند که با داشتن 400-500 دلار معاش یک مکتب یا باغچه بچگانه بسازد. تحقیقات پیام نشان داد که تا به کرسی وزیری وزارت معارف تاجیکستان تکیه زدن نورالدین سعید هم طلبات لباس یگانه مکتبی وجود داشتند، ولی مکاتب تنها رنگ لباس را مقرر می کردند و خوانندگان آن را از جای دلخواهشان می خریدند. اما نورالدین سعید استحصال و فروشی لباس های مکتبی را پر زیر نظارت گرفته منپولی شخصی خودش کرد و فایده آن به حساب شخصیش می رود. در همین حال او می گوید حتی بعد بنیاد کارخانه پایافزار دوزی، پایافزار یگانه حتمی نمی شود. باور می کنید؟ همچنین تحقیقات نشان داد وزیر معارف به فروش بورسه ها برای تحصیل در خارج، فروش گواهنامه ختم مکتب و دیپلم ها مشغول است و از تفتیش مکتب و دانشگاه ها و حتی ساحه کشاورزی درآمد دارد. تحقیقات بیشتر در این باره در پایگاه پیام قابل دریافت و مطالعه است.